به برنامه خوش آمدید. علیکم السلام. سلامت و سربلند باشید. سپاس زیاد. راستی به دیدن شما در چهرهتان یک نور است. انسان یک تبش بولیده می شود و اونان یک چراغ، یک لامپوچکه. خدا حفظتان کند. عزت بدید. نگاه شما که خوب است، شما خوب میبینید. زنده باشید. سربلند موفق باشید. ما هم در سیمای شما انسان خیرخواهی وطن و خیرخواهی مسلمانان و خیرخواهی هموطنان میبینیم. صورتی زیبا نمی آید بکار، حرفی از معنی اگر داری بیار. خدا بکند که صورت یک سخنیم از معنی داخله. بله. تماشاگینان عزیز، یادآور میشویم در روبروی من سخنگوی یا که راوی یا که برنامه‌های شبکه‌های شورای علمای تاجیکستان چندین از استادان را، روشنفکران را، عالمان را دعوت میکنند و با مردم چیکار میکنند؟ غذای معنوی میدن. سلامت باشید. به مقصد زندگی نکنید. ای مردم، به اونی که به نقشه و یا عموما نمیدونن چگونه زندگی دارن، پیشکی باید شما آماده باشید. دانید از خدا چی میخواید. پس از خدا چی میخواستید تا خدا اجابتش کنه. بله. بعد از حمد و سپاس و صلوات بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، در حقیقت هدف بالاترین رو خداوند جل و علا خود در قرآن ذکر کردند و گفتند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انسان ها و جن ها رو نه آفریدیم مگر اینکه برای عبادت خویش. پس اولین هدف انسان و در عموم مسلمان بگیریم، باید رازیگی خداوند جل و علا، یعنی مسلمان باید هدفمند باشد، باید نقشه داشته باشد، باید مفید و منفعتناک باشد برای خویش، برای خانواده‌اش، برای وطنش و عموم برای تمام مخلوقات. باید مسلمان هم هدفناک باشد و هم مفید و منفعتناک. در حقیقت میبینیم انسان‌هایی را که زندگی میکنن تا اینکه بخورن، یعنی مال دارایی جمع میکنن و هدفشون تنها دنیا است، تنها جمع آوردن دنیا است. اما در حقیقت هدف اساسی این و جمع آوردن دنیا نیست. اگر در دین گوییم، از نگاه عرفان و از نگاه دین گوییم، یعنی ما زندگی میکنیم، ما میخوریم به خاطر که زندگی کنیم، به خاطر که عبادت کنیم، به خاطر که منفعتناک باشیم. یعنی مسلمان نباید به نقشه و هدف و به یگان هدفی بزرگ باشد. پس چی میخواستید؟ اگر از من سوال میشد، در حقیقت خواسته من همان خواسته بود که خداوند جل و علا در سوره بقره میگوید مؤمنان دعا میکنند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. پروردگارا به ما نیکی های دنیا نصیب بگردون و نیکی های آخرت رو برای ما نصیب بگردون. پس این یکی از هدف های اساسی ما است و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه خیرکم انفعکم للناس. ما برای همین راه کوشش میکنیم. برای کدام؟ میگه بهترین شما مردم انسان هایی هستند که منفعتشون به دیگران زیاد میرسد و کوشش میکنیم در این جاده که خدمتمون به مسلمانان، به وطن، در دین خدمتمون برسد. بسیار خوب ذکر کردید. یادم است که استاد گفت که اگر انسان همین تماشا بینو رو در نظر داره، اگر که اینها درک کنن همین وی دنیا را، که دو سوال است گفت برای چی آمدیم و چی کار کنیم. ببینید برای چی آمدیم به این دنیا و چی کار باید کنیم. اگر بزرگا میخواستن کوه طلا میگشت. بله. تکیه به دنیا گروس نمیگشتن. یعنی از این منشه میگیرد انسان همین کار کردن ما برای چی است؟ برای نمیریم تا لاغر نشویم، قوه گیریم، یعنی بخوریم، کار کنیم، صاحب مبلغ میشویم، بخوریم و چی کار کنیم؟ عبادت کنیم. اگر این رو انسان ها درک کنن، باور کنید 100% زندگیشون دیگر میشد. برای چی آمدیم و چی کار کنیم. معلمی که در دانشگاه یا در معارف درس میدهد یک فرزندی رو، شاگردی رو، دانشجویی رو، در حقیقت او در عبادت است. دهقانی که در زمین است مهنت میکند، او در عبادت است. مادری که این شهر رو یا بگیم تازه میکند از آلودگی ها، او در عبادت است. و در عموم از همه ساده تر بگیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند که این تبسم شما هم عبادت است. التبسم فی وجه اخیک صدقه. همین چهره کشیدن و تبسم و با اخلاق نیک
نگاه کردن و ملاقات کردن با برادر مسلمانت، این برای تو عبادت و اجر و پاداش دارد. این همه عبادت است. اگر انسان درک کند، اگر انسان بفهمد که برای چی زندگی کرده ایستاده است، اگر می‌خواهیم که یک انسانی رو بخواهیم که هدف زندگی رو برای او پیش بیاریم، میان جوانانی که هیچ هدف ندارن، هیچ مقصدی ندارن، هیچ مرامی ندارن، نمیدونن از دنیا چی بخواهن، از عمر چی بخواهن، چی میخواهن اصلا. در عموم پس اگر بخواهیم که عمر برای انسان زیبا و با برکت و به این ارزش این نعمت برسد، باید انسان سالم به قبرستان برود که هزارها و میلیونها انسانها زیر خاکند و آرزوی نیکی کردن دارند، آرزوی عبادت دارند، اما فرصت از آنها تمام شده است. اما این فرصت رو ما داریم. انسانی که سالم است باید به بیمارخانه به عیادت یک برادرش، خواهرش، دوستش، خویشش در عموم باید برود، تو این که تقوا، ایمان و پرهیزگاری و هدف زندگی رو از خود کند، بفهمد که برای چی زندگی کرده ایستاده است، به شکر این نعمت برسد. و باید به یتیم خانه ها برویم که به قدر خانواده، پدر و مادر، همسر، فرزندان برسیم. این همه سبب میشن که انسان به مقصد اساسی میرسد. اگر انسان بگویند که فردا تو وقت تمام میشود، مثال میگویند تو فردا چیکار میکنند؟ آیا از پشت تجارت میرود، از پشت مال دنیا میرود؟ نه. من فکر میکنم اگر به او گفته شود یا حس کند که یک روزش مانده است، از همه انسان‌هایی که رنجانیده است، از همه پیلی میخواهد، از همه بخشش میپرسد و میخواهد آخرتش را نکند. باید انسان در این دنیا فرصتی که به او داده است، خداوند جل و علا باید در این فرصت را غنیمت داشت، هم دنیا و هم آخرتش را بسازد و زیبا کند. حالا امام شافعی یک سخن زیبایی دارد، میگوید که پیش از مرگ، پیش از به خانه آخرت رفتن، پیش از به قبرستان رفتن، قبرهایمان را نورانی کنیم با عملهای نیکمان. پیش از که نزد پروردگار جل و علا می رویم، پروردگارمون را از خودمون راضی کنیم با عملهای نیکمان و دور بدن از رذایل و از بدیها و ریشه و دیگر بدیهایی که شما ذکر کردید. پس در این حالت انسانی بهترین انسانی است که همه وقت مفید و منفعتناک و دور از بدیها و شرایط است. میخوام یک حدیث زیبایی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را بگم که میگوید که مرگ برای انسان مؤمن تحفه است. تحفه است چی؟ تحفه از جانب خداوند جل و علا. برای چی؟ برای که این دنیای پر از مشقت ها و وزنینی ها، پر از دردها و غم ها رو ترک میکند و به رحمت پروردگار جل و علا پناه میبرد که رحمت پروردگار جل و علا چندین برابرها از رحمت مادر و از غمخوری مادر هم زیادتر است. ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با صحابگان بودن، یک زن بسیار آشفته بود، سرسون، سرگردان، اسم میدوید و طرف میدوید و از فرزندش را سراغ میکرد. وقتی فرزندش را یافت، او روز به آغوش گرفت و گریان اشکهای خرسندی ریخت و پیامبر این صحنه را با صحابگان میدیدند. گفت آیا دیدید رحمی که این مادر به فرزند دارد؟ خداوند چندین برابرها نسبت به این مادر، به فرزندش، به ما و شما، به بندگانش مهربان است. چرا؟ برای چی مهربان است؟ برای که خداوند جل و علا خود انسان را خلق کرده است، برای خودش خلق کرده است و انسان را گفته است که من اشرف المخلوقات، بهترین مخلوقات خلق کرد. و انسان را میگه چه؟ ما انسان را جانشین خویش در زمین آفریدیم. پس انسان نه تنها یک جسمی هست، یک مخلوقی است که به دنیا می آید و از دنیا می رود نیست، بلکه یک انسان یک مخلوقی است که انتخاب شده است. خداوند او را انتخاب کرده است، خداوند او را دوست می دارد، خداوند از روح خود به او دمیده است. پس انسان اگر بداند که کی هست، در حقیقت هیچ کارش به هدف نخواهد بود. حتی ببینید که مادر گفته، بله. مادر هر چی میخواهد به فرزندش، خوبی میخواهد هر چی، اما کرده نمیتواند. بله. خدا میتواند. خدا چی میگوید؟ من نزدیکتر هستم از این رگ گردن.
حتی رگ گردنی که اینجا رگ است، از این دیده من نزدیکترم، از این دیده من نزدیکترم میگه. پس خدا خوبتر میدونن ما را، سازنده ما است. چرا ما نزدیک کدام پسیخولوگ ها میرویم؟ برای مشکلمون آسان کردن دردمون رو نزدیکی کجاها نمیرویم؟ تا اون جایی که دست برداریم نزدیک خدا است که از خدا بپرسیم. در حدیث آمدگی هست که میگه اگر انسان دست بردارد و از خداوند بگد یا پروردگارو اگر انسان 3 بار خدا رو صدا بزند، دعا کند، التجا کند، خدا خود میگه در حدیث است که خود شرم میدارد اگر دعای این بنده اش را اجابت نکند. یعنی دعاش اجابت شده است، فقط نیاز است که انسان مناجات کند، بعض حالات ها میوین پیش ما در حق فرزند ما دعا کنید، دوملا پیش دوملا میوین در حق ما و در حق فرزندانمون دعا کنید. دعای پدر برای فرزند این دعای پیامبر برای امتانش است، هیچ شکی نیست که قبول می شود. در حق خود دعا کنیم. چطور دعا کنیم؟ با همون زبان و لهجه ساده آسان تاجیکی، شرط نیست که مرکب باشد و عربی باشد و دیگر زیبا باشد. اگر میتوانیم خوب، اگر نمیتوانیم با همون لهجه تاجیکی بگوییم، به همون لهجه خویش خدا رو با قلب، با اطمینان. یکی از شرط های قبول دعا چی است؟ اطمینان داشته باشد انسان که دعایم بیشک قبول می شود. اگر دیدیله یا شکاک باشد که همین دعایم قبول می شود یا نه، پس در اینجا بداند که احتمالیتی او به ذات خداوند شک کرد که خداوند قبول نمی کند، پس گناهگار است اگر دعای خودش قبول نشود و اجابت نشود. دعا هم آداب دارد، در حقیقت که باید با اطمینان باشد، باوری باشد، شبهه نباشد، دودلگی نباشد که آیا می شود نمی شود. حدیث صحیح است، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگن که مردی در صحرا در جزیره عرب میرفت و ناخواست از دستش شترش با تمام آب و تمام خوراکی ها از او گریخت. وقتی شتر بگریزد او را به دست آوردن خیلی قین است. به هر حال حس کرد که هلاکتش نزدیک است. میگه دست برداشت و گفت یا رب یا رب یا رب، پروردگار مرا نجات بده، پروردگار مرا نجات بده، پروردگار مرا نجات بده. میگه مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذی بالحرام. در حال دعا میکرد که تمام خوردنیش، تمام لباسهایش و شخصا خودش با مال ناروا، با مال حرام به وای رسیده بود. فانا یستجاب له. پیامبر میگه چگونه دعای این گونه انسان قبول شود وقتی لقمه حرام است، وقتی لقمه شبهناک است، دعا قبول نمی شود. یکی از شرط های گفتیم دعا و آداب دعا چی است؟ اخلاص و لقمه پاک داشتن و یقین داشتن که خداوند جل و علا میشنود و اجابت میکند. حضرت عمر چیز زیبا میگه که من پروا و هم و غم اجابت دعا ندارم، به خاطر که خدا میگوید ادعونی، مرا دعا کنید، مرا فرا بخوانید، استجب لکم، شما را اجابت میکنم. پس من باوری دارم فقط از خداوند، من از آن نگرانم و از خدا میخواهم که به من چی کند؟ توفیق دعا کردن نصیب کند. این است وقتی توفیق دعا کردن نصیب شد، حتما برای تو اگر به خیرت باشد خداوند نصیبت میکند. اگر شاید همون چیزی که تو طلب میکنی به ضررت باشد، عین حال 10 سال بعد، 5 سال بعد باید صبر داشته باشی. اگر در این دنیا برای تو نداد، پس بدون که به خیرت نبود. و در آخرت وقتی انسان مقام ها و جنت ها را میبیند، میگه این در عوض چیست؟ میگن در همون عوض همون دعاهایت که در دنیا برای تو ندادیم، آن را در قیامت برای تو بازگردانیدیم، در جنت برای تو بازگردانیدیم. پس در همون جنت چی میکند؟ آرزو میکند ای پروردگار کاش هیچ دعایی من رو در دنیا قبول نمیکردی که امروز در مقام های بلندی از جنت و